بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. وقتی که الله سبحانه و تعالی ابتدای سوره مدثر را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همچون اطاعت به فرمان الله تعالی از جایگاه خود برخیستند. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خنکی لرزه گرفته بر بالاهایشان کورپه ها گرفته خواب بودند که الله تعالی گفت که یا ایها المدثر، ای شخصی که خود را پیچانیده ای، قم فانذر، از جایت برخیز. یعنی 40 سال در کنار همسر و فرزند آرامی، اکنون وقتی آن آمد که قم فانذر، از جایت برخیز. وقتی مهنت، وقتی زحمت، وقتی کوشش، وقتی دعوت به سوی الله آمد، قم فانذر، از جایت برخیز، مردم را از آتش دوزخ بترسان، از عذاب الله تعالی بترسان. قم فانذر و ربک فکبر، الله تعالی را بزرگ شمار. الله عزوجل از همه چیز بزرگ است، این را به مردم تعلیم ده. و ثیابک فطهر، لباست را پاک کن. این دلالت میکند که شخصی که مردم را دعوت به سوی الله میکند باید مظهری تازه داشته باشد. و ثیابک فطهر و الرجز فهجر، شرک و اهل آن را ترک کن. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حال از جا برخسته به دعوت شروع کردند. و چه خیلی که در صحبتی گذشته گذاشتیم، چند نفر را از اهل عائلشان و حضرت ابوبکر را از یار و رفیقانشان دعوت کردند و حضرت ابوبکر رضی الله عنه هم الکی در نوبت خود 3 نفر را به دین اسلام دعوت کردند که در صحبت گذشته گذاشتیم. به این 3 نفر اکتفا نکردند. اون 3 نفر همشان یا 10 یاران بهشتی بود، مانند حضرت عثمان، مانند حضرت سعد بن ابی وقاص و اینچنین طلحه ابن عبیدالله، و اینها اسلام آوردند. بعد اینها حضرت ابوبکر صدیق زبیر ابن عوام، یکی از 10 یاران بهشتی هستند، او را دعوت کردند که قبول کرد. به دعوت ابوبکر ایمان آورد حضرت زبیر. و اینچنین عبدالرحمن ابن عوف، یکی از 10 یاران بهشتی، و همین گونه ابو عبیده ابن جراح، یکی از 10 یاران بهشتی. ببینید 6 نفر از 10 یاران بهشتی با دعوت ابوبکر اسلام آورده است. این نه فقط 6 نفر، غیر اینا با دیگرها هستند که در ابتدای دعوت مانند عثمان ابن مظعون، ارقم ابن ابی الارقم، ابو سلمه ابن عبدالاسد، اینها در ابتدای اسلام با دعوت محض حضرت ابوبکر اسلام آوردند. گواهی میدهم که بجز الله معبودی برحق نیست و گواهی میدهم که محمد فرستاده الله است. و هر شخصی که اسلام قبول میکرد کوشش میکرد از آنهایی که در اطرافش است و آنهایی که به او نزدیک است آهسته آهسته دعوت میکرد. و این چنین از شخصیت هایی که اول شده به این دین مقدس اسلام در آمدند، حضرت بلال ابن رباح، و این چنین صهیب ابن سینان و عمار ابن یاسیر و پدر و مادرش سمیه مادرش، و این چنین مقداد. همین گونه در ابتدای دعوت که پیامبر صلی الله علیه و سلم سری دعوت میکردند، پنهانی دعوت میکردند، غیر آشکارا، تقریبا ابن هشام میگن 40 نفر و بعض مورخا میگن تا 50 نفر دین مقدس اسلام را قبول کردند. 3 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم پنهانی دعوت کردند. هر کسی که میشناختند، هر کسی که سر را پنهان میداشت، هر کسی که باور داشتن آنها را دعوت میکردند. و بعد این الله سبحانه و تعالی آیت نازل کرد و انذر عشیرتک الاقربین در سوره شعراء. ای پیغمبر نزدیکترین خویشاوندانت را دعوت کن. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم 30 نفر از خویشاوندانشان را در نزد کوه صفا جمع کردند. در بعض روایت‌ها در خانه‌شان هم جمع کردند، آب و ضیافت دادند و این چنین در بالای کوه صفا برآمدند و آنها را پرسیدند که اگر من به شما خبر دهم که در پشت کوه
یه دشمن به سوی ما هجوم کرده ایستاده است، آمده ایستاده است، گفت باور میکنید؟ اونا گفتن که بله ما در تو یگان مراتب دروغ را تجربه نکردیم. بعد گفتن که این خیلی باشد من فرستاده الله هستم، رسول الله هستم برای شما را از آتش دوزخ، از عذاب عظیم بیم کننده و ترساننده فرستانیده شدم. که عمکشان ابو لهب پای افضال خود را به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم هوا داد و گفت که تبا لک علی هذا جمعتنا، ای هلاکی باد برای تو، مگر برای همین ما را جمع کردی؟ آیا برای همین ما را اینجا جمع کردی؟ هلاک شوی. سپس الله عزوجل سوره تبت را نازل کرد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. وقتی که گفت که تبا لک، ای هلاکی باد به تو، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دعای بد کرد. بعد الله تعالی گفت که تبت یدا ابی لهب، بلکه دو دست ابو لهب هلاک باد. مراد از دو دست یعنی تمامی جسدش. ابو لهب هلاک باد. تبت یدا ابی لهب و تب، و هلاک هم شد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، پول و مالش و هر چیزی که کسب کرده جمع کرده بود برای او فایده نکرد. سیصلی نارا ذات لهب، زود است که به آتش دوزخ می درآید این ابو لهب. و امرأته حمالة الحطب، همسرش هم، همسری ابو لهب ینگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او هم به دوزخ می درآید. و امرأته، همسری ابو لهب، حمالة الحطب، در گردنهایش شاخهای درخت خرما که عبارت از خارهای غفص داشت برداشته میگشت تا اینکه در راهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرت آید. فی جیدها حبل من مسد، یعنی در گردنش همین خیلی خارها را آورده در زیر راهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرتافت تا اینکه به پایشان درآید. زنش هم به دوزخ در آمد. همین آیت خودش یک معجزه بود که الله تعالی در این آیت خبر داد که من بعد در طول حیاتش هم ابو لهب دین اسلام را قبول نمی کند. چقدر دشمنای اسلام بودن، چقدر دشمنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، مبارزه مقابل این دین، مبارزه مقابل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردند، حتی عزم کشتن محمد صلی الله علیه و سلم را داشتند مانند حضرت عمر. ولی الله تعالی آنها را هدایت کرد. ابو سفیان 13 ساله که در مکه بودند، 8 ساله که در مدینه بودند، یعنی 21 سال دشمنی کرد، ولی بالاخره ایمان آورد. چقدر آدم هایی بودن دشمنی سرسخت بودن، ولی الله تعالی آنها را هدایت کرد، در آخر اسلام قبول کردند. به بزرگی الله عزوجل و به بزرگی دین مقدس اسلام و به راست بودن رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. ولی ابو لهب را الله تعالی پیشکی خبر داد که ابو لهب دوزخی هست و همین گونه هم شد. ابو لهب از دنیا کافر مرد همراه همسرش، حتی جسدش بوی گرفت. مردم از دور با چوبهای دراز تیله تیله کنان جسدش را برده به خاک دفن کردند. در بدترین حالت از دنیا هلاک شد. این است معجزه قرآن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم با این اکتفا نکرده مردم را دعوت کردن گرفتند. واقعا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه پیغمبری خود و رسولی خود را به پررگی ادا کردند. شب و روز مردم را و هر کسی که امکانیت بود به سوی این دین مقدس اسلام دعوت کردند و همین گونه آنهایی که دین مقدس اسلام را قبول کرده بودند آنها هم میکوشیدند تا اینکه دیگرها را دعوت به دین اسلام کنند و با این دعوت‌های سری و دعوت‌های آشکارا دین اسلام آهسته آهسته به تمام گوشه و کنار دنیا پهن میشد. در همین قدر کفایتی میکنیم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.